این نیست که درآمد سرانه نشون دهنده این باشه که جامعه خیلی جامعه پیشرفته، یا بدهی زیاد هم نشون دهنده این نیست که این کشور خیلی کشور بدبخت و بیچاره است. اصلا نشون دهنده این نیست. در نتیجه دنیا، یعنی اقتصاددان‌ها اومدن دور همدیگه جمع شدن، یه شاخص‌های جدیدی تعریف کردن. گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم با این کار بکنیم که بگیم آقا درآمد سرانه چیه. یه کشوری هست که یه سر لوله نفت رو میذاره توی چاه، یه سرش هم میکنه توی کشتی، پاش میشینه دلار میشوره، بعد میگن خیلی خوب این درآمدش اینه، حالا این درآمد تقسیم به جمعیت میشه درآمد سرانه. چیکار کرده اینجا؟ ما بچه دانشجو که بودیم دوره لیسانس، اونجا یه اصطلاحی مصطلح بود گفتن آقا دلار نفتی. ما سوال بود آقا چه فرق میکنه این دلار نفتی با این دلار مثلا فلان که فرش بافتیم سازش کرد، چه فرقی میکنه؟ جفتش یه دلاره. اما پشتش چی بود؟ پشتش این است که دلار کار کرده، یعنی از کار مردم، از تولید، از دست به دست شدن تولید و ایجاد ارزش افزوده این دلار حادث شده. یا نه ما بدون ارزش افزوده یه سر دلار گذاشتیم تو چاه نفت و تونستیم دلار به دست بیاریم. خب اینا با هم فرق میکنه. در نتیجه اومدن یک تعریف دیگری به وجود اومده که این تعریف نو هست، هنوز خیلی هم جا نیفتاده. گفتن آقا زنجیره ارزش. زنجیره ارزش، شما چقدر ارزش افزوده تولید میکنید؟ با تعریف زنجیره ارزش که شامل فعالیت‌هایی میشه که مشتری ها را تحلیل میکنه و تولید رو برنامه‌ریزی میکنه و در هر مرحله از فرآیند به کالا ارزش اضافه میکنه. یه مثال خیلی کوچولو بزنم، شما ببینید که سنگ آهن رو ما در میاریم از معادن مثلا گل‌وگهر یا مثلا چادرملو یا مثلا خراسان در میاریم. خب یه حدودی پالایشش میکنیم، تقلیص میکنیم، میجورو. این شد یه ارزش نسبت سنگی تو معدن. این سنگ رو میاریمش مثلا توی کارخونه فولاد تبدیلش میکنیم به گندله. یه ارزش ایجاد کردیم. گندله رو تبدیلش میکنیم به مثلا شمش آهن. یه ارزش ایجاد کردیم. شمش رو میبریم توی یه کارخونه مثلا فرض کنیم که 90 تبدیلش میکنیم به ورق. خب یه ارزش ایجاد کردیم. ورق رو میبریم کارخونه لوله سازی تبدیلش کنیم به لوله. یه ارزش دیگر ایجاد کردیم. پس بنابراین این ارزش افزوده مهمه که ما چقدر ارزش افزوده ایجاد میکنیم. دنیا امروز رفته که ارزش افزوده رو ایجاد بکنه و روی اون کار بکنه و ارزش‌گذاری اقتصادها رو در دنیا بر مبنای میزان ایجاد ارزش افزوده تعریف بکنه.